کارخانه که در همین اطراف دیم و چسکه میگن طرف ما مثلا اینو دشت شور میگن خیلی همین زوادهای ساخته شده گرچه خرد هم که باشد اقتداری خرد هم که کار کنه هوا رو بسیار فساد که ایستاده است بسیار اشخاصی که از همین مثلا چی بگیم بعضی کسری آسما دارد بعضی کسری دیل دارد بعضیش مثلا دولینش فشار خون دارد همین خیلی خیلی تاثیر منفی رسانده شده است از همین حکومتدارا خواهشمند اشخاصی که به همین کار وابسته هستند تحت نظارت همین مسئولین اکولوژی اگر گفته شود آخر التماس همچنین التماسی یک حقوقی شهروندی قطعی یگان وضعیتی مثلا فیدنگری و یگان مثلا چی نگید برای جمعیت کارخانه لازم همین مثلا در سطح خوب انسانی ساخته شود آخه نه اینکه پرتوی او مثلا در کوچه باشد در راه فریده شود دیدی حتی هم گشت و گردی همون صدام خیلی مشقت است برادران دیدی اون تکنیکای وزنیشون حتی میگردد یکون در شرایطی مثلا همون راه رعایت کرده نمیشود خلق عادی و نمیتونه به یکون مثلا شرایط سوز کردن دیدی همین قدر پرتو زیادی هست که از حالت اعتدال بیرون نه که همین به نظر گرفته نمیشود دیدی اون دودی غلیظش که میبره اون خیلی خیلی فساد کننده حتی این قشلاق‌های اسلام کو کمتر باشه مهودم طرف دشت هم پایان میرفتید خیلی خیلی وضعیتی همین هیچ سخن یافتن ممکنه در موضوع ده که چخیل وصف کنیم اینا بعضی حالت میشه میگن همین شبها همون دودای غلیظی وضع میکنن شما سر دوده میشود دیدی وقتی مردم در حالت آرامی اند در حالت تاریکی بعضی دودای غلیظی همه که مثلا بسیار همین نفس میگن نوهینجار میکند وزبین میکند سر دوده میشود از اون مودم حس میشود از همین مسئولین اشخاص که به همین کار سر و کار دارن وابسته هستن التماس برادری التماس رفیقانه همچون حقوق شهروندی التماس همین که مثلا چیکار شود همین پیش روش گرفته شود در حالت اعتدال همین کارخانه ها در آورده شود ما در همین زندگی میکنیم اینجا زواد ساز کردن در همین زواد اگر باور کنید در بو تف تماما در همین زندگی کردن نمیشه در زراعت ها من زلال داره و در خانه ها و گودک ها همه در زلال داره نمیدونم این چخیل در اینجا زواد ساز کردن همین بوی اگر باور کنید اگر همین توالت چون همین آبش به همه پیش همه خانه ها من میره این جای آپارتمان ندارن یا نمیدونن که این اوخی گاز چخیل میبرورن یا تماما نفس گرفته نمیشه همین شوا موقع تماما خواه نیستیم در همین محله بود تماما در این خانه ها میدرویه ایبار این همین تریتوری تماما استفاده نمیشه هر یک در خانه در قریب 15 گوده که در اینجا آدم زندگی میکنن نمیدونیم در کی مراجعت کنیم مراجعت هم کردیم هیچ چاره ندیدن حوز اگر باور که قریبی همون دبر اگر اوی توالت چون در جای امیت باب پیشوی خونه همون رفته است اوی توالتش اکن نوبت این گازش بوتافش اوی توالتش در جای رفتن نداره اینجا پاسیولکای همین نواباد گفته همینجا شتگیم 12 خوجگیم در همین 12 خوجگیم اینا ما 3 اویله‌ایم در اینجا خب با این همسایه‌ام 3 اویله‌ای 2 اویله‌ای هستن خب گودکای معده داریم این همین 2 ساله یا ساله 6 ماهه هم خیلی گودکا هم مونده است مکتوره همین خیلی خب بو تف بسیار بزیبای این بو تف یه روز ای اکولوژی اومده همین جدا نیومدن که ما را پرسن که خیلی همین بو تف شما در خیلی نپرسیدن مونه برو آمدیم نگاه کردیم که خیلی ما را میپرسن دعوت میکنن که دعوت ما نکردن خیلی نمیدونیم که چه خیلی کنیم در اینجا زندگی کنیم وقت در بیرون تماما شیشته نمیشه خانه ها اگر میره در خانه ها شیشته نمیشه خیلی اگر که یا که زواد چون بیسته و همین خیلی رفتن بگیره خیلی ما را در یکان جا بتیم ما بریم اینجا خیلی گودکا در مایلی ما یک چی را دیدیم همین گودکا چی را دیدیم یه روز سوختار شیدم اینجا سوختار شید گودکا را گرفتیم برو آمدیم هممون ای خانه ها برو آمدیم خیریت هر چی آمد از سوختار خاموشک آمدن همه علاوه کشتن خستن رفتن با ما خیلی آمدیم خانه‌مون به شیشتیم ممکن که در یک خو شوه همین خیلی کور در یک خو همین خیلی سوختار شوه خیلی نمیدونیم که ما در اون خو کی بیدار شوه بگریزه کی بیدار نشوه نگریزه این هم با خیفه یخی
زندگیمون از بین شده است. تماما شب و روز هوای تازه ما گرفتن نمیتونیم. یگان حالت در هوای تازه نداریم. فرزندامون یگان قانون یگان پرسش یگان رعایت بدگی ساخت. ما را یگان انسان نمیپرسه. حکومت ما میدونه اینجا سوختار شد، همه ترسیدن، باران بود، بچه‌ها پایلی سر گرفتن. یکی یگان کس آمده ما رو نپرسید که شما چی حالت دارین. ما هم انسان مخه، این همه خش. ما هم زندگی کردن میخواهیم. کم بغلیم هممون، ما نداریم که رفته کتیج اندازیم دیگه جا ساختمان کنیم زندگی کنیم. اگر میداشتیم ما عموما جشتن امکانیت نداریم. من خونه مده 3 تا کلین خودم شوهرم خطی 2 تا یتیم کلان کردگیم. می دیگدان ها 2 تا یتیم کلان کردگیم غیر فرزندای خودم و یا هستن نکه ما 5 اویله 15 تا بوده که مایدک آخرش تا 7 ساله دیگه همین و 1 ساله نیم ساله همه خیلی چیکار کنیم نمیدونیم. مثلا بو چیزی همه مثلا دورین ما بلند میشه مثلا کسی دید دورین سرم در میکنه مثلا سرم بازبین میشه مثلا رگ اشتن نمیتونم مثلا تاثیر همون مثلا در درخت‌ها هم میرسه در آدم‌ها هم میرسه. همین مثلا هر خیلی کسا همه دودی همه پیدا میشه مثلا ترگی گوزکو هم مثلا هم گوزکوی مایده مثلا سرپه شیدیم سرپه کوزه چند مشید همین مثلا هم که چیز میکنن ناز نشیدی زیان یا خیلی دمش میگیره نفسش میگیره تازه ای سرپه همین اکی نمی تاثیری ممکن همین گازی همین باشه یا دودی همین باشه یا بوی همین بسیار بوی بد میاد او همیشه بوی بزه میاد اما خیلی بوی بد میاد که تو نفس گرفتن نمیشه تاثیر.